سرخط مهمترین خبرها: بازداشت کارمند میزی حربی برای آماده کردن بلیط حربی قلبکی، احتمال عفو مهاجران در روسیه و تاجیکستان و قزاقستان امکان انتقال برق را از نیروگاه روغون بررسی کردند. سلام بیننده های عزیز، شما نویده بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 30 آگوست. روسیه احتمال مهاجرانی را که قانونگذاری این کشور را در ساحه کار و مهاجرت نقض کردند عفو کند. نشریه کامرسانت نوشته که این مسئله در دوره آمادگی ها برای راه اندازی فهرست یگانه مهاجرانی که مهلت سندهایشان به پایان رسیده است یا باید از روسیه اخراج شوند بررسی می شود. فهرست شخصان تحت نظارت در روسیه باید سال 2025 فعال شود و آن بر اساس مجموع قانون‌های راه اندازی می شود که اخیراً در روسیه قبول کرده شدند. یک بار وارد کردن نام همه قاعده بیانکنی‌ها به پایگاه ناممکن است و هیچ گونه زیربنای این گونه توانمندی را ندارد، اظهار داشته است نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه در جلسه حکومتی درباره سیاست مهاجرت. معاون اولی وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گاراوی گفته است خوب میشد مهاجرانی که جنایت‌های نسبتاً سبک انجام دادند عفو کرده شوند. اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان نسبت یک کارمند میزی حربی در شهر خوجند پرونده جنایتی باز کرده است. او برای گرفتن 22,000 سومانی پوره برای آماده کردن بلیط حربی قلبکی متهم دانسته می شود. طبری اگنتی در سامانه خود خبر داده است عبداللهیف ای از 12 آگوست سال 2020 تا 24 ینوار سال 2022 در وظیفه متخصصی به خودگیری میزی حربی استفاده برای منزل ساحلی چپ شهر خوجند فعالیت نموده. در اساس مسئولیت پیشکی با شهروند عبدالله و ام ماه مارس سال 2020 با راه فریب به باوری شهروند ا درآمده از نامرده با بهانه به نبیرش آماده نمودن شهادتنامه برای عوض بلیط حربی نوسولیم 12,000 سومانی را گرفته شهادتنامه را با راه ساختکاری آماده کرده حجت قلبکی را به شهروند ا دادند. غیر از این به اطلاع اگنتی عبداللهیف ای ماه می سال 2024 به شهروند ای اف همچون کارمند کمیساریات حربی ولایت سوخت معرفی کرده از نامرده با راه فریب برای آماده نمودن شهادتنامه برای عوض بلیط حربی نوسولیم به نام برادرش ای ام مبلغ 10,000 سومانی را گرفته مبلغ ذکر شده را به احتیاجات شخصیش تصرف نموده است. اگنتی نام همدستان عبداللهیف را نگفته است و تنها اشاره کرده است که نسبت دیگران هم با همین ماده های کدکس جنایتی پرونده باز شده است. همچنین معلوم نیست که آنها بازداشت شدند یا نه. نظر گمانبران نزدیکانشان و وکیل دفاع آنها نیز به این قضیه معلوم نیست. در پس منظر آزار و اذیت مهاجران کاری تاجیک در شهرهای روسیه ساعتها منتظر ماندن در فرودگاه‌ها و اخراجشان از این کشور، بعضی از مهاجران تاجیک علاقه کشورهای دیگری را برای مهاجرت انتخاب کردند. مقامات در جنوب تاجیکستان برای جوانانی که در گذشته مهاجر بودند دوره‌های کوتاهی آموزشی زبان را راه اندازی کرده است که آنها توانند بدون مشکل به مهاجرت روند. چنانچه این موضوع را در گزارش مولا رجب یوسفی همراه می‌بینیم. اللهبرده محمدیف جوان 30 ساله از شهر باختر سرتراش است. وی در گذشته بارها به روسیه رفته زندگی سختی را تجربه کرده است، اما بعد از حادثه کراکرس در بهار گذشته که به آزار و اذیت گسترده مهاجران تاجیک انجامید دیگر نمیخواهد به روسیه رود. در روسیه روزهای اخیر نه نویسیو میگو خیرپور داد به هیچی دپورت کردیسیان فقط هم تاجیک مردم مثلا سیاه دیدیسیان خوبی ما حیاتشون میبره فقط همین یک کاری گندگی در حیاتشون پشیز نمیستوه. اللهبرده میخواهد به کشور دیگری سفر کند که کار و زندگی در آنجا آسان‌تر باشد. از جمله خود را برای سفر به کره جنوبی آماده کرده است. ما زبان آموزش کردیم که رفته در کره رفته کار کنیم با برگردیم بیم با رفته کار کنیم مقصد لیگال نه. مسئولان امور کار و مهاجرت در ولایت ختلان گفتند که با دولت کره شرطنامه‌های همکاری امضا کردند. این نهاد با یک شرکت کاردهنده کره توافقنامه امضا کرده در نظر است تعدادی از مهاجران را از ختلان برای کار برند.
فعلا تعداد کسانی که بر اساس شرطنامه به کره جنوبی فرستاده می شوند معلوم نیست، ولی شماره نیازمندان زیاد بوده است. در میان آنها افرادی هستند که از روسیه اخراج شده و نمی توانند به آنجا دوباره سفر کنند. در 7 ماه سال جاری بیش از 3000 ساکن ختلان از شهرهای روسیه اخراج شدند. در ولایت ختلان که بیش از 3 میلیون جمعیت دارد، بیش از 22000 نفر به عنوان بیکار ثبت شدند. اخراج مهاجران از روسیه و ممنوع الورود شدن آنها در چند ماه اخیر باعث افزایش چشمگیری تعداد بیکاران در سراسر ولایت ختلان شده است. تاجیکستان و قزاقستان امکان انتقال برق را از نیروگاه روغون بررسی کردند. صادرات برق به قزاقستان و ازبکستان یکی از شرط‌های مبلغ‌گذاری خارجی لایحه روغون میباشد. دفتر مطبوعاتی وزارت انرژتیک قزاقستان خبر داده است که این مسئله در دایره ملاقات وزیر انرژتیک قزاقستان الماسادام سادکالیف با معاون سروزیر تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده و معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان منوچهر سفرزاده بررسی شده است. به اطلاع منبع سال 2023 تاجیکستان و قزاقستان یادداشت تفاهم به امضا رساندند که در آن انتقال برق از نیروگاه روغون در دوره از سال 2023 تا سال 2032 پیش بینی شده است. جانب‌ها موافقت کردند که تا 15 اکتبر سال 2024 امکانیت امضای سازشنامه‌ها با تشکیلات‌های منفعت‌دار برای تنظیم انتقال‌های غیر نقشه‌ای نیروی برق میان نظام‌های انرژتیکی آسیای مرکزی را بررسی کنند. در رابطه با غلامی جنسی یک دختر 15 ساله در شهر اوش قرقیزستان 2 زن بازداشت شده است. نماینده جبردیده جهانگیر سیفالویف و بخش قرقیزی رادیوزاده گفت ضد بازداشت شده‌ها با گمان جلب آدمان به تنفروشی پرونده باز کردند. قبلا وکالتداری حقوق انسان در قرقیزستان جمیله چمنبویeva خبر داده بود که یک دختر را در شهر اوش از غلامی جنسی نجات دادند. سیفالویف اظهار داشت او را مجبور می‌کردند که بر عوض مبلغ با مردهای گوناگون عملهای محرمانه انجام دهد. و در این قسمت برنامه چون همیشه از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهیم. 30 августи соли 2011 дар душанбе расми ифтитоҳи парчами тоҷикистон бо дарозии сутуни 165 метрӣ баргузор шуд. миллаи парчами миллии тоҷикистонро расман ҳамчун баландтарин флагштоки дунё дар китоби рекордҳои гиннес сабт карданд ва президенти эмомалӣ раҳмон онро ифтихори миллӣ номид. мунаққидони ҳукумат зарурати сарфи $10 миллион барои ин иншоотро зери сол бурданд ва баъди 3 сол арабистони саудӣ бо бунёди милла 170 метрии парчами миллӣ ин рекордро зад. 30 августи соли 2017 10 лицеи тоҷик ки дар тамаъҷӯӣ ва ришвахорӣ муттаҳам мешуд бар асоси як шикояти ҷаҳонгарди турк муҷозот гардид. қабл аз Меҳмед Ганҷ як сайёҳи олмонӣ айни чунин танқидро ба забон овард. ба қавли сайёҳи хориҷӣ ҳатто агар санадҳоят дуруст бошад полиси тоҷик аз ту пора талаб мекунад. коррупсия дар сафи полис як мушкили умда гуфта мешавад. поёни моҳи августи соли 1964 дар душанбе аввалин консерти ансамбли эстрадии гулшан баргузор шуд ки чун санаи таъсиси ин дастаи маъруфи мусиқӣ шинохта мешавад. ситораҳои ҳунарии ин гурӯҳ Тамара Катаева, Муқаддас Набиева, Хурмо Ширинова, Тоҷиддин Муҳиддинов, Баҳодур Неъматов, Мағфират Амроқулова ва дигарҳо бо иҷрои таронаҳои тоҷикӣ ба рушди мусиқии муосири тоҷик саҳмгузор шуданд. бонки миллии арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. қурби рубл нисбатан поин рафта 1000 рубл ба 115 сомонӣ баробар шудааст. 100 евро ба 1183 сомонӣ ва $100 ба 1066 сомонӣ иваз карда мешавад. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навид дар ҳафтаи равон буд, аммо шумо рӯзҳои истироҳат ҳам метавонед хабару гузоришҳои наву ҷолибро дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоии радиозодӣ пайдо кунед. бароятон истироҳати хуб орзумандам. худо нигаҳдор.